سلام رفقا، خوش اومدین به این ویدیو. آقا تو این ویدیو با امیر که ادمین چت من هستش یه دونه کاستوم قشنگ رفتیم که این کاستوم یکم قدیمیه واسه هفته اول یا هفته دوم پلیمه. یکم پلیم اونجا وضعش خرابه، الان بهتر شده و این کاستوم رو براتون قشنگ ادیت زدم و امیدوارم ازش خوشتون بیاد. آقا خوش اومدین به این ویدیو. اومدین تو این ویدیو امیر رو پاره کنیم. به خدا الان پاره میشم دوستا. میگم الان بدترین بازی عمرم. باید بیا استریم ببینید چه سمی درست کردی از خودت. منظورت چیه؟ این که فقط یه امیر معمولیه. رابرت شبیه همین خطتو گرفتم دیگه داده. امیر نشد. ببین نشد. بابا دستم سرد امیر برم. چرا نمیخوره؟ دستم خیلی سرده. پینگم پینگم شکر است. همین ایده های سمی میده. خدا سرشده. بابا خودت ریکورد کن منم ریکورد کنم، وقتی ادیت زدیم میچسبونیم به هم دیگه. این کارا چیه آخه؟ میبینم کجای دیگه داداش. از بک آها دونیت شدیم نه. دونیت شدیم نه. امیر حالا من یه جوری شده، صرفم یه جوری شده. من زدم؟ تازه زد. همین چیتی؟ دستم سرده واقعا. تو پیسی باید دستت گرم بشه. بعد اصلا دست یخ، دستم یخه. همین بیا دستم یخه، بیا فرار نکن داداش. رفیقم دیگه یه دمیج میزنیم دوره هم دلخوشی میکنیم. برو بیرون. فهمیدم داداش تو لوکیشن منو نداری، من لوکیشن تو رو دارم. لوکیشن send like location. اون لباس حبیبه رو پوشیدی. برو بیرون. بهت گفتم بذار دستم گرم. بذار دستا رو گرم کنی. کجایی مشتی؟ بیا یک دو آها یه بار دیگه شو بده. آها نشد حاجی. شاید این شو واقعا چیزی نداره. مشتبه قطعش کن. امیر میخواستی زایه کنی؟ نه تو زایه کنم دیگه. بازی من عادلانه میبازیم. آره به قرآن. میدونی چیه؟ رفتم پیش سولو گفتم داداش چی میزنی؟ واسم فرستاد. حقیقتا راستشو گفتم سولو چی میزنی بفرست، فرستاد. دمش گرم. نه یه چیزی فرستاده، تست نکردم هنوز. همین حقیقتا نمیدونم چیه. رجدیت دیگه. رجدیت کریم. اسم رجدیت کریمه. همین از ترست رفتی پایین؟ خلاص جان نترس. ترسیدی؟ نترس. همین ترسیدی؟ نترس. اوه داداش فکر کنم من ترسیدم. صبر کن. همین کجایی؟ داداش کجا میری؟ کالاف اصلا عجیبه. حیف نخورد.
چرا نمیخوره؟ بازی خیلی شو میگیره. همین الان سولو بود 10 بار زده بود. دعا کن من سولو نیستم. نه کاس خوبه. دلش کاسم دیگه. همین خیلی نامردی. صبر کن چیز سولو روشن کنم. چیز سولو همین من پینگم فهمیدم چرا چیز میشه. رج کریم اسمش رج کریمه. بزنم بیا. رج صدات هم رفته خبر داری؟ نه درست من باید استفاده کنم از موقعیت. من از کجا این موقعیت رو گیر بیارم امیر رو بزنم؟ درسته؟ پس امیر یه شو بده دیگه. بابا پینگ تو من چیکار دارم نشتی اینجا. امیر کمپ میکنی بعد میگی پینگ 230. امیر خطکش امیر باز خطکش گذاشت اینجای امیر خطکش خب درست یه 45 تا خوردی دیگه چیه مگه اینقدر رفتی کاستوم شاتگان و دیزل. آره داداش من به جز شاتگان و دیزل گانه دیگه ای بلد نیستم حقیقت. اونو بخور دیگه. امیر باید 200 بار میخورد. نه خب دستم سرده برد. داداش من تازه آمدم چیکار کنم؟ تو پاک کن بازی. نه شوخی میکنم. برو یاد بگیر. باید انقدر بگاه بری. امیر از سوراخ میزنی؟ باش امیر جبران میکنم. صبر کن بذار من تو رو پیدا کنم. بیا پشت برو بیرون. سولو میزنم یا امیر مرا میخواهی میشبر کنی؟ خب یه بار دیگه شو بده. یه بار امیر جان تو رو خدا یه بار یه دست شو بده. بطل سختره ببورم. باید 1000 تا فکر کنی که درت نذاره. من بیشتر بتل دوست دارم ولی برو بیرون. تو بیشتر بتل دوست داری. خدا امیر الان فشار خورده فقط صداش در نمیاد. نمیفهم. حیف امیر حیف. برو بیرون. خب دوستان این بود از این ویدیو. آقا لایک و کامنت و حمایت اصلا فراموش نشه. دمتم گرم. فعلا